کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان 13 مای سال 2022 خبر داد که در شهر سلوکتوی ولایت بودکند 11 شهروند تاجیکستان را با اتهام عبور غیر قانونی مرز و فعالیت غیر قانونی در یک انبار انگشت در منطقه دستگیر کردند. مرکز مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان گفت کارمندان کمیته امنیت در جریان چاره‌بینی‌های فوری و جستجویی در مورد راه‌های مهاجرت غیر قانونی معلومات گرفتند که در یکی از انبارهای انگشت شهر سلوکتو یک گروه شهروندان تاجیکستان غیر قانونی کار میکنند. در نتیجه روز 29 اپریل کارمندان امنیت در این انبار 11 ساکن دهه قرغانچه نویه جبو رسولوف ولایت سوغد تاجیکستان را دستگیر کردند. این 11 نفر را در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان به حبس پیشکی گرفته نسبت به آنها بر اساس ماده 378 کودکس جنایتی آن کشور با اتهام عبور غیر قانونی مرز پرونده جنایتی گشودند. به آنها بر اساس این بند قانون جریمه به مبلغ از 500 تا 1000 نشان دهنده برای حسابها یا کارهای اصلاحی به مهلت از 1 تا 3 سال و یا تا 2 سال زندان تهدید میکند. تفصیلات دیگری قضیه دسترس نیست. جانب تاجیکستان بازداشت شهروندانش در قرقیزستان را هنوز شرح نداده است. سلوکتو یا سلوکته با ناحیه جبو رسولوف همسرد بوده یکی از مرکزهای بزرگترین استحصال انگشت در آسیای مرکزی به شمار می رود. در گذشته بخش اعظم انگشت در سلوکتو تولید شده توسط ایستگاه راه آهن پرالتارسک واقع در حدود ناحیه جبو رسولوف تاجیکستان برآورده می شد. بازداشت 11 ساکن تاجیکستان در سلوکته در حالی است که روابط قرقیزستان و تاجیکستان در سالهای اخیر دوره پرتنش را پس سر کردند و این در حالی است که خدمات مرزبانی قرقیزستان اخیرا خبر داد که شام 11 مای سال 2022 تخمینا ساعت 23 دقیقه در موضع قرولتپه ناحیه جان علای ولایت اوش 8 شهروند قرقیزستان ساکنان دهه نزد مرزی قرمق در یک ماشین تویوتا غیر قانونی مرز قرقیزستان با تاجیکستان را عبور کرده به نزد واحده قشونهای مرزبانی تاجیکستان رفتند و با آنها وارد رد و بدل لفظی یا به تعبیر دیگر وارد رزبار شدند. شهروندان قرقیزستان که در حالت مستی قرار داشتند با مرزبانان تاجیک در مسائل گوناگون اظهار ناراضگی کردند. این شهروندان قرقیزستان را مرزبانان قرقیز به قلمرو قرقیزستان برگردانیده به کارمندان میلیس سپاریدند. گفته می شود در خبر جانب تاجیکستان تا کنون این قضیه را شرح نداده است. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 983 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون حدود 330 کیلومترش تعیین و علامت گذاری نشده است. در قطعه‌های بحثی که اساساً در مرز تاجیکستان و قرقیزستان جایگیر شدند هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین و چراگاه و راه مناقشه و رخ می‌دهند. در پایان ماه اپریل سال 2021 در خونین‌ترین مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 55 نفر کشته و 240 کس دیگر زخمی شدند. از اول سال 2022 در چند درگیری در مرز این دو کشور 4 نفر از جانب تاجیکستان کشته شده، بیش از 20 تن دیگر از هر دو طرف جراحت برداشتند.